به نام خداوند دانا و توانا. درود بر الگوی انسانیت و ناجی بشریت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. تاسو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. بیا هم د اناتومی فیزیولوژی درسونو ته ښه راغلاست. امروز جلسه دهم ما می باشد و آخرین جلسه در مورد حجره می باشد. و درس میم درس جدید ما که آخرین بحث حجره هست و امروز سل دیویژن یا انقسام حجروی را می خوانیم. انقسام حجروی یا تقسیمات حجروی چگونه یک حجره به حجره دیگر تبدیل میشه، به کدام مکانیزم تبدیل میشه، چگونه حجرات انقسام میکنه، چگونه یک حجره دو حجره میشه، به کم طریقه یو حجره نه دو حجره جوړیږي، کم مراحل طی کوي، کدام مراحل طی میکنه تا یک حجره به دو حجره تبدیل میشه. آیا تا حال شما در این مورد فکر کردین که مایتوسیس شامل چند مرحله می باشد؟ آیا تر اوسه تاسو فکر کړی چې مایتوسیس څو مرحله لري او مایتوسیس او امایتوسیس یو بل څخه څه توپیر لري و اینها از هم چه فرق دارد؟ کدام موجودات میتونه انقسام مایتوسیس انجام بدهد، کدام موجودات میتواند انقسام امایتوسیس را انجام بدهد؟ همین سوالات در این بحث جواباتش پیدا میکنیم. به صورت عموم سل دیویژن یا تقسیمات حجروی را به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی میگیم مایتوسیس، یکی امایتوسیس، یا میگیم مستقیم و غیر مستقیم میگیم. امایتوسیس مرحلهش ساده است و مایتوسیس مراحلش کمک پیچیده هست. امایتوسیس اکثرا موجودات وحید الحجروی یا موجودات یک حجروی انجام میدهد، ولی مایتوسیس اکثرا موجودات عالی انجام میدهند و در بدن انسان ها هم مایتوسیس صورت میگیرد. نو په عمومي ډول د سل دیویژن یا د حجرې انقسام په دوه ډوله دي، یو امایتوسیس او بل مایتوسیس، یا میتونیم بگویم مستقیم و غیر مستقیم. کولای شو چې وای مستقیم او غیر مستقیم. امایتوسیس ساده ده او دا انقسام یو حجروی موجودات تر سره کوي. مایتوسیس یو مغلقه پروسه ده چې دا عالی موجودات لکه انسانان دا پروسه سر ته رسوي، د انسانانو حجرې. او بل هم یو میوسیس هم لرو چې هغه بله برخه ده چې هغه باندې هم تشریح کوو، خو په عمومي ډول دا په دوه ډوله دي، مستقیم او غیر مستقیم، چې اوس ټولې تشریح کوو. انقسام حجروی خودش چی هست؟ حجروی انقسام یا سل دیویژن خودش چی هست؟ خودش یک عملیه یا یک پروسه بیولوژیکی است، یک پروسه نرمال است. یک پروسه نرمال بیولوژیکی بدن موجودات زنده می باشد که از حجره مادری حجرات دختری به وجود می آید. یعنی یک حجره به دو حجره تقسیم میشه. همین موضوع را به نام انقسام حجروی یاد می کند. د حجروی انقسام یا سل دیویژن یو مهم بیولوژیکی عملیه ده چې په دا عملیه کې یوه حجره نه دوه حجرې جوړیږي چې همغه اولی حجره ته مشابه وي. و انقسام حجروی به صورت عموم به دو نوع می باشد. یکی امایتوسیس است که انقسام مستقیم نامش یاد میشه. این قدر کاربرد نداره چون این موجودات یک حجروی انجام میدهد، ولی موجودات عالی که انسان ها هستند مایتوسیس و میوسیس انجام میدهد که بحث ما بیشتر در او است، اما بهتر ایره هم بدانیم که این چی است. امایتوسیس یا انقسام مستقیم است، یک پروسه ساده هست، ولی مایتوسیس یک پروسه پیچیده هست. یک پروسه ساده هست که موجودات یک حجروی را انجام میدهد. یک حجروی انجام میدهد. در چه قسم میشه؟
اول در قسمت وسطی حجره یک فرو رفتگی ایجاد میشه. یک فرو رفتگی ایجاد میشه، مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه و بعد از آن سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. اول در قسمت وسطیش یک فرو رفتگی ایجاد میشه، بعد از او مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه و در اخیر هم سایتوپلازم. یک پروسه ساده هستی. دا یو ساده انقسام ده او یو حجروی موجودات دا انقسام سر ته رسوي. اول د حجرې په منځني برخه کې یو فرو رفتگی ایجاد کیږي. یو داسې فرو رفتگی په شکل ایجاد کیږي منځني برخه کې دا فرو رفتگی ایجاد کیږي او اول هستوي مواد په دوه حصه تقسیمیږي، وروسته سایتوپلازم په دوه حصې تقسیمیږي او دا انقسام یو حجروی موجودات ترسره کوي و این انقسام تمام مراحل مایتوسیس نداره. د مایتوسیس طول مرحله نلري. در تصاویر میبینیم که انقسام چه قسم صورت میگیره. خب این تصویر است که از انقسام مایتوسیس است. اول در قسمت وسط یک فرو رفتگی ایجاد میشه. یک فرو رفتگی ایجاد میشه و بعد از او قسمت وسط حجره را شما میبینید یک فرو رفتگی ایجاد شده. این قسمت یک فرو رفتگی ایجاد شده. قسمت وسط حجره، قسمت وسطی یک فرو رفتگی ایجاد شده. اول مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه و بعد از او سایتوپلازمش به دو حصه تقسیم میشه و یک حجره به دو حجره تبدیل میشه. موضوعی که اینجا مهم است، در انقسام حجروی حجره اولی از بین نمیره. در انقسام حجروی حجره اولی از بین نمیره. اولی حجره لمنځه نزی بلکه دوه حجره ورنه جوړیږي. حجره اولی در انقسام حجرات از بین نمیره بلکه به دو حجره تبدیل میشه. خب مایتوسیس یک بار مایتوسیس به طور کوتاه و خلاص یکی از خواهران ما در موردش بحث میکنه، بعد ادامه میدهیم. خب از اکانت به نام فاطمه امیری. بله، صدای من میشنوین استاد؟ بله خواهر محترم، صدای شما رو میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سل دیویژن یا انقسام حجروی یکی از به دو دسته تقسیم میشه، یکی مایتوسیس و دیگری امایتوسیس. مایتوسیس غیر مستقیم و امایتوسیس مستقیم می باشه. امایتوسیس که است یکی از یک پروسه بسیار ساده می باشه که امی موجودات یک حجروی انجام میشه و امی کسک اول در قسمت وسطی حجره یک فرو رفتگی ایجاد میشه و بعدا امی مواد هسته و سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. درست است، به طور دقیق شما تشریح کردین این بحث. ادامه میدهیم بحث. پس امایتوسیس فهمیدیم که اول در قسمت وسطی یک فرو رفتگی پیدا میشه، بعد از او اول مواد هستوی به دو حصه و بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. از یک حجره دو حجره ساخته میشه. و اینجا هم باز هم مثال از امایتوسیس است که چگونه انقسام شده. یک حجره به دو حجره چگونه تقسیم شده است تشریح شده که در تصویر قبلی هم این موضوع بیان شد. و موضوع دیگر انقسام غیر مستقیم یا انقسام مایتوسیس و میوسیس که این موجودات عالی انجام میده. این انقسام یک پروسه پیچیده هست، در یک سلسله مراحل پیچیده صورت میگیرد و این ما که مورد بحث قرار میدهیم به صورت عمومی به دو بخش در نظر میگیریم. یک بخش میگیم مایتوسیس و دیگر میوسیس. مایتوسیس انقسام حجرات جسمی بدن میشه
و میوسیس انقسام حجرات جنسی بدن به نام میوسیس یاد میشه. ولی قبل از آن که در مورد مایتوسیس و میوسیس بحث کنیم، باید در مورد سل سایکل یا دوران حجره معلومات داشته باشیم. غیر مستقیم انقسام یا میوسیس او مایتوسیس دا یو مغلق انقسام ده، مغلق پروسه لري او په عمومي ډول دا په دوه برخو ویشو. یو مایتوسیس ده، یعنی د جسمی حجراتو انقسام ته مایتوسیس وایي، او بل میوسیس ده چې د جنسي حجراتو انقسام ته میوسیس وایي. خو مخکې له دې نه چې د موضوع په هکله بحث وکړو، باید د سل سایکل په باره کې معلومات ولرو، یا د حجرې په د دوران په هکله باید معلومات ولرو. در مورد دوران حجره باید معلومات داشته باشیم که یک حجره کدام مراحل در دوران حجره کدام مراحل شامل می باشد. پس ما سل سایکل در موردش بحث میکنیم که سل سایکل خودش چی هست. سل سایکل یا دوران حجره را به صورت عمومی ما به این قسم به خاطر آسانی درس ما تقسیم بندی میکنیم که شامل مراحل انترفیز، مایتوسیس و سایتوکینیسیس می باشه. انترفیز با شامل 3 مرحله می باشه. اصلا همین انقسام حجوی یا سل سایکل که در کتاب ها تشریح کرده، بعض کتاب ها در 4 مرحله، بعضی هم در 5 مرحله تقسیم کرده. حالا ما که ایره تقسیم بندی میکنیم به صورت آسان در 3 مرحله در نظر میگیریم. میگیم سل سایکل شامل مراحل انترفیز، مایتوسیس و سایتوکینیسیس می باشه. سل سایکل د انترفیز مرحله، مایتوسیس مرحله او سایتوکینیسیس مرحله پوری اړه لري. یعنی په سل سایکل کې انترفیز، مایتوسیس او سایتوکینیسیس شامل ده. و این موضوع به ما بیان میکنه که چگونه حجره انقسام میکنه به طریق مایتوسیس. قبل از مایتوس مرحله انترفیز است و انترفیز هم خودش 3 مرحله دیگر داره. مخکل مایتوس څخه انترفیز مرحله ده. انترفیز 3 مرحله لري، خپلای 3 مرحله لري که مرحله اولش به نام G1 یاد میشه. مرحله G1 یا گروت به مرحله رشد و نمو می باشه. در این مرحله حجره به سرعت رشد و نمو میکنه و این مرحله به نام پری سنتیزس نیز یاد میشه، یا قبل از تهیه، قبل از سنتیز هم یاد میشه. این مرحله مرحله G1 یا مرحله گروت یا مرحله رشد. در این مرحله حجره به سرعت رشد میکنه، نمو میکنه و این مرحله به نام پری سنتیزس یا قبل از سنتیز هم یاد میشه. G1 یا پری سنتیزس اردوش یک موضوع را بیان میکنه. لومړی مرحله د انترفیز د G1 په نامه یادیږي. G1 یعنی گروت، نمو کول، وده کول. په دې مرحله کې حجره په تیزی سره نمو کوي، وده کوي. او دا مرحله د پری سنتیزس هم یادیږي، مخکې د سنتیز نه هم یادیږي. نو که موږ وایو G1 یا پری سنتیزس دواړه یو معنا لري. مرحله اول انترفیز گروت بود. مرحله دومش اس است. اس یعنی سنتیزس یا ساختن و ترکیب شدن. دویم مرحله د انترفیز اس مرحله ده یا سنتیزس مرحله ده. دا مرحله د جوړښت مرحله ده. در این مرحله دی ان ای کاپی خود می سازه و سنتریول دوچند شدن شروع میکنه. سنتریول شروع میکنه به دوچند شدن. حال سوال از شماست که سنتریول چیست؟ در درس‌های گذشته خوانده بودیم کی گفته میتونه که سنتریول چیست، چی وظیفه را انجام میده؟ څوک ویلی شي چې سنتریول څه ده او کوم وظیفه سرته رسوي؟ سنتریول چیست و کدام وظیفه را انجام میده؟ در درس‌های قبلی خوانده بودیم، مخکې درسو کې موږ دا لوستلی و. سبحان تو داخل
بسم الله الرحمن الرحیم. سنتریول امی خود کروموزوم که هست یا کروموزوم ای از دو بازو ساخته شده که همین نقطه وسط زیر به نام سنترومیر یا سنترول یاد میکنه. درست، دقیق. و مرحله دوم گفتیم به نام سنتز یاد میشه. سنتز، مرحله دوم اینترفیس به نام سنتز یاد میشه که در این مرحله دی ان ای کاپی خودم میسازه و سنتریول هم دو چند شدن شروع میشه. به دا مرحله که دی ان ای د خپل کاپی جوړوي او سنتریول دو چند کېدل شروع کیږي. و مرحله سوم انترفیس به نام G2 یاد میشه یا پست سنتز، بعد از سنتز، پست سنتز یا بعد از سنتز. مرحله دوم نمو هست. در این مرحله زمینه برای انقسام هسته و ساختن ارگانیل ها مساعد می شود. زمینه برای انقسام هسته و ساختن ارگانیل ها مساعد می شود. و از مرحله اول الی سوم به نام انترفیس یاد میشه که در آغاز گفتیم که انترفیس شامل 3 مرحله است. اینی مراحل را که خواندیم تمامش تا فعلا تمام شامل انترفیس بود. پس در مرحله پست سنتز زمینه برای انقسام هسته مهیا میشه و ارگانیل ها هم انقسامش فراهم میشه و آماده انقسام میشود. پس سوالی که اینجا هست، انترفیس شامل کدام مراحل می باشد؟ انترفیس شامل 3 مرحله می باشد، G1 S و G2. شامل گروت، سنتیزس و پست سنتیزس می باشد. و بعد از اون مرحله مایتوزس است و بعد از مایتوزس مرحله سایتوکینیسیس می باشد یا انقسام سایتوکینیسیس، انقسام سایتوپلازم. پس این مراحل می باشه در انترفیس. و حالا یکی از خواهرای ما این بحث به طور کوتاه یک بار تشریح میکند. خواهر ما عتیقه واحد. مننه استاد. او بخه لږ مخکې زما نت خراب شو، بیا لپټاپ نه جوین شولم. خیرن زموږ درس دی سیل سایکل. سیل سایکل چې د انټرفیس، میتوسیس او سایتوکینیز څخه عبارت دی چې په انټرفیس کې موږ سره 3 مرحلې دي. اول چې د گروت یا G1 مرحله چې دا ډیر په تیزی سره صورت نیسي او دا مرحله چې د پری سنتیز په نوم هم یادېږي. بل چې د موږ سره د جوړېدو یا د ترکیب یا اس سنتیز مرحله ده چې په دې کې ډي ان ای خپل کاپي جوړوي او وروسته په دې کې سنتریول په دوه چنده کېدو شروع کوي. بل ورپسې پوسټ سنتیسز یا دویمه مرحله د نمو دویمه مرحله ده چې په دې کې د حجرې کوم هغه هسته چې ده دا د ډیویژن یا د تقسیم کېدلو لپاره زمینه برابروي. سمه ده محترم خوره. حالا میایم در مایتوسیس که مایتوسیس شامل کدام مراحل می باشه. خود مایتوسیس شامل کدام مراحل می باشه. پس حالا اگر از شما سوال شود که سل سایکل شامل کدام مراحل می باشه، مرحله اول انترفیس بود که به 3 بخش تقسیم کردیم. مرحله دومش مایتوسیس است و در بعض کتاب های را جدا جدا نوشته کرده که G1 S G2 باز M به می قسم تقسیم کرده، ولی به خاطر آسانی انترفیس به 3 بخش تقسیم شده و را جداگانه خواندیم. حالا در مایتوسیس یا M میاییم. مایتوسیس شامل کدام مرحله می باشه؟ مایتوسیس خودش شامل 4 مرحله می باشه. 4 مرحله مایتوسیس لري. اول مرحله پروفیز ده. پروفیز است. مرحله اولش پروفیز است. در پروفیز چی میشه؟ کروماتین شکل تارهای دراز به خود میگیره. شکل تارهای دراز به خود میگیره. غلظت حجره زیاد میشود و حجره خودش در حالت آرام و استراحت قرار داشته می باشه. کروماتین شکل تارهای دراز به خود میگیره. کروماتین دی اوگده تارون شکل زنتنیسی دی حجره غلظت زیاتیگی او حجره
د استراحت په حالت کې وي. دویمه مرحله میتافیز ده. میتافیز در مرحله میتافیز به شکل واضح دیده میشه. کروموزوم به شکل واضح دیده میشه. به شکل واضح خود دیده میشه. کروموزوم در مرحله میتافیز به شکل واضح دیده میشه. د میتافیز په مرحله کې کروموزوم په واضح ډول لیدل شو. په واضح ډول کروموزوم لیدل کیږي. او بل مرحله انافیز ده. در مرحله انافیز سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش تقسیم میشه. د هر کروموزوم سنترومیر په دوه برخو ویشل کیږي. او څلورمه برخه هم تلوفیز ده. بخش چهارم هم تلوفیز است که انقسام هسته کامل می شود. در مرحله تلوفیز انقسام هسته کامل می شود. د تلوفیز په مرحله کې د هسته انقسام بشپړ کیږي او د دې نه وروسته د سایتوکینیزس مرحله شروع کیږي و بعد از تلوفیز مرحله سایتوکینیزس شروع میشه و در سایتوکینیزس حجره انقسام میکنه. حجره خودش تقسیم میشه، انقسام میکنه و بالاخره یک حجره به دو حجره تبدیل میشود. مراحل مایتوسیس. حالا یک بار یکی از خواهرای ما هم میره تشریح کند. از اکانت به نام ادا هاشمی. صدای ما دارین استاد؟ بله صدای شما را داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. این یا مایتوسیس که شامل 4 مرحله می باشه. اولش پروفیز هسته که کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره و همچنان غلظت حجره زیادتر میشه و در حالت آرام قرار میگیره حجره. دوم هم میتوفیز هسته که کروموزوم شکل واضح را به خود میگیره. سومش هم انافیز هسته که سنترومیر هر کروموزوم به 2 بخش تقسیم میشه و چهارمش هم تلوفیز هسته که انقسام هسته کامل میشه و بعد سایتوکینیزیس شروع میشه. درست است. این موضوع را شما هم دقیق تشریح کردین و بحث ادامه میدهیم. رازو د خپل بحث ده. و مایتوسیس در چی نقش داره؟ مایتوسیس در نموی موجود زنده نقش دارد. التیام زخم یا ترمیم زخم، التیام تخریبات، در این مسائل اهمیت داره. اگر مایتوسیس نباشه دیگه موجود نمو کرده نمیتونه. اگر کدام جای بدن یک انسان زخم شود دوباره زخمش التیام پیدا نمیکنه، زخمش جور نمیشه، تخریبات جور نمیشه. پس مایتوسیس است که موجودات زنده نمو میکنه. اگر جای تخریب شود دوباره ساخته میشه. اگر انقسام حجروی نباشه یا متوقف شود دیگه موجود زنده از بین میره. انقسام است که موجود زنده در حال رشد یا نمو میشه. حالا اگر انقسام نباشه، مثلا یک زخم نمو کنه، یک جای زخم شوه، یک جای بدن ما زخم شوه، دیموک دی بدن یا زای زخم شي، نو که مایتوسیس نوی نو دا زخم بیرته نجوریگی. پس اهمیت خاص داره در موجودات زنده، رشد موجودات زنده، نموی موجودات زنده، ترمیم جاهای تخریب شده موجودات زنده، تمامش توسط مایتوسیس صورت میگیره. در این عملیه یک حجره به 2 حجره تقسیم میشه و پروسه رشد فراهم میشه و زخم ها یا تخریبات التیام پیدا میکند، جور میشه. تصاویر میبینیم. در این تصاویر ببینیم که یک حجره چه قسم انقسام میکنه. شما از مرحله انترفیز ببینین، انترفیز و بعدش مرحله پروفیز و میتافیز، انافیز، تیلوفیز و بالاخره حجره به 2 حصه تقسیم شده است. به طور منظم و واضح دیده میشه که هر کدام در حجره در هر مرحله چه تغییرات میآید. در مرحله اول ببینین که در انترفیز
امو انقسام هستوی گفته بودیم صورت میگیره و آماده میشه تا انقسام کنه. در اینجا هم میبینه دوپلیکیتد کروماتین، کروماتین دو چند شده، اما قسمت هسته است که در تصویر اول ببینین اینجا دو چند شده، کروماتین دو چند شده مرحله اینترفیز. بعد پروفیز ببینیم و به می قسم میتافیز و انافیز، تیلوفیز و بالاخره از یک حجره دو حجره ساخته شده است. و این بحث بعد میخوانیم. حجرات بدن انسان به صورت عموم به دو بخش تقسیم میشه، یکی حجرات جسمی هست، یکی هم حجرات جنسی میشه. حجرات جسمی به صورت عموم 46 دانه کروموزوم داره، حجرات جسمی، ولی حجرات جنسی 23 دانه داره. تفاوتشان در تعداد کروموزوم ها می باشه. و این تصویر باز هم از مایتوسیس است که حجره مادری را ببینید که چگونه انقسام میکنه. در تصویر اول دی ان ای دو چند شده، بعد از او از یک حجره به مرور زمان دو حجره ساخته شده است. مایتوسیس. و اینجا میوسیس است. میوسیس انقسام، مایتوسیس انقسام حجرات جسمی است و میوسیس انقسام حجرات جنسی می باشه. و مراحلش اینجا میبینیم که چگونه انقسام میشه. اول حجره مادری است در قسمت، بعد از او دی ان ای دو چند میشه و بالاخره بعد از طی مرحله هایش دو حجره ساخته میشه. بعد به می قسمی هر دو حجره، هر کدامش دو حجره میسازه که 4 حجره میشه. یعنی در انقسام حجروی به اساس ضریب 2 پیش میره. ضریب 2 میشه. مرحله اول 2 تا میشه، 2 4 تا میشه، 8 تا میشه، 16 میشه، 32 میشه. به می قسم دیگه بالاخره میلیون ها حجره ساخته میشه. د حجره په انقسام کې یو حجره دوه حجرې جوړیږي، بیا 4 کیږي، 8 کیږي، همدا ډول 14 22 بیا میلیونونه حجره جوړیږي. هر حجره دو تا میشه. به اساس مضرب های 2 پیش میره، 2 به توان یک عدد. و مراحل باز هم در تصویر است. مراحل مایتوسیس است که چگونه یک حجره تقسیم میشه. تمام جزئیاتش در تصویر حالتهایش گفته شده. در حالت انترفیس حجره چه قسم حالت داره، در پروفیز حجره کدام شکل داره، به می قسم در میتافیز و انافیز و بالاخره دو حجره در مرحله تیلوفیز بالاخره به کدام مرحله میرسن. انقسام حجروی در این تصویر به طور واضح و مشخص ذکر شده، گفته شده، بیان شده. او همدارنګه د بل انظور کې بیا هم یو بیلګه یا مثال د حجرې د انقسام د مایتوسیس عملیه ده چې انترفیز عملیه ده. انترفیز ما خواندیم که شامل 3 بخش دیگر بود. انترفیز مو ولوستل چې 3 مرحله لري، G1 S او G2. وروسته د مایتوسیس عملیه شروع کیږي چې مایتوسیس خپل سو عملیه لري، 4 مرحله لري. مایتوسیس 4 مرحله داره که این 4 مرحله رو اینجا نشانی کردیم. این مرحله مایتوسیس است و بالاخره مرحله سایتوکینیسیس یا انقسام سایتوپلازم شروع میشه. بیا هم پلان ډول انترفیز مو ولوستل چې 3 مرحله لري، G1 S او G2. بیا د انترفیز نه وروسته مایتوسیس شروع کیږي. مایتوسیس 4 مرحله لري، میتافیز، تیلوفیز، پروفیز، انافیز. د مایتوسیس نه وروسته سایتوکینیزیس شروع کیږي. سایتوکینیزیس یا د سایتوپلازم ویش یا د سایتوپلازم انقسام شروع کیږي. پس ما سایکل حجره را خواندیم که شامل به صورت عموم به خاطر یا آسان یادگیری آسان به 3 بخش تقسیم میکنیم. یکی انترفیس، باز انترفیس خودش به 3 بخش تقسیم شده بود. باز مرحله دوم مایتوسیس بود که مایتوسیس به 4 مرحله تقسیم شده بود و بالاخره سایتوکینیسیس. این سل سایکل
یا امو دوران حجره می باشه که انقسام میشه. و در این تصویر باز هم همین موضوع هست که انقسام حجروی را باز هم در این تصویر تشریح شده. په دا انظور که هم د حجروی انقسام تشریح شوی ده چې په کوم ډول حجره تقسیمیږي، ټول مرحله دلته تشریح شوی ده. مرحله انترفیز است، پروفیز است، به می قسم میتافیز میشه، انافیز، تیلوفیز و سایتوکینز است. باز هم ما گفته بودیم که انترفیز مرحله اول سل سایکل بود، دی سل سایکل اول مرحله و بیا وروسته بعد از او مرحله مایتوسیس بود. مایتوسیس شامل 4 مرحله بود که شامل پروفیز، به می قسم میتافیز، انافیز و تیلوفیز بود و بالاخره مرحله دا دویم مرحله و این مرحله دوم بود و مرحله سوم سل سایکل هم سایتوکینیسیس می باشه که حجره قسمت سایتوپلازم انقسام میکنه و بالاخره 2 حجره ساخته میشه. این سل سایکل یا دوران حجره بود، دی حجره دوران هم دوا. اینجا باز هم به طور کوتاه مراحل تشریح شده که به طور کوتاه در تصویر ما میبینیم که کدام مراحل است. شما اینجا ببینید انترفیس است، انترفیس که بیشترین دوران حجره را داره. انترفیس بیشترین مدت یا بیشترین جایگاه انترفیس داره و انترفیس هم به 3 بخش تقسیم شده، شامل 3 مرحله می باشه. انترفیس بیا هم خپل په 3 مرحلو ویشل شوی ده. اینجا ببینیم به طور واضح ذکر شده، در آغاز هم خواندیم که شامل کدام موضوعات بود و اینجا هم تشریح شده به صورت عمومی. و مراحل مایتوسیس شامل کدام مرحله بود و بالاخره سایتوکینیزیس و به وجود آمدن حجره جدید. اینجا هم یک انقسام چی است؟ حجره جنسی هست، عملی مایوسیس است، میوسیس است، عملی میوسیس. دی میوسیس انقسام ده که شامل مراحل، باز میوسیس به 2 نوع است که میوسیس اولی میشه، میوسیس دومی میشه که دو بیشتر بحث نداریم. فقط همه قدر بفهمین که انقسام حجره جسمی مایتوسیس گفته میشه و انقسام حجره جنسی میوسیس گفته میشه. دی جسمی حجره انقسام تا مایتوسیس وایی او دی جنسی حجره انقسام تا میوسیس وایی. وایی هم شامل انترفیس است. انترفیس تفاوت نداره، بعد از اون میوسیس 1 شروع میشه، میوسیس 2 شروع میشه و شامل مراحلش میشه. بالاخره حجرات انقسام میکنه و حجرات از 1 حجره 2 حجره 4 حجره به می قسم زیاد شده میره. و آخرین بحثی که در حجره داریم، ورسته بحث که حجره که لرو شرایط حیاتی حجره. حجره در کجا زندگی میتونه، در کجا حجره از بین نمیره، په کوم ځای که حجره ژوند کولی شي او په کوم ځای که حجره له منځه نځي. دا زموږ بحث ده. ورسته بحث د حجره همدا ده، د دې نه وروسته نسج ته ځو. پس شرایط حیاتی و شرایط اساسی که حجره در زندگی میتونه 4 دانه 5 مرحله را ما در نظر میگیریم. 5 شرط اساسی را در نظر میگیریم. یکی درجه حرارت معین، درجه حرارت معین در نظر میگیریم. درجه حرارت معین، درجه حرارت معین، درجه حرارت معین در نظر میگیریم که درجه حجره در درجه حرارت معین 36 الی 38 درجه سانتیگراد زندگی میتواند. حجره په ټاکلې د تودوخې درجه کې ژوند کولی شي، یعنی په 18 تر 18 درجه د سانتیگراد کې ژوندی پاتې کېدای شي. بل شرط دا ده چې محیط ایزوتونیک وسی، محیط ایزوتونیک باشه. غلظت و فشار آزموتیکش مساوی به حجره باشه. اگر تفاوت داشته باشه یا حجره پوچ میشه، خشک میشه، از بین میره، یا هم حجره
میپنده میترکه و از بین میره. محیط باید ایزوتونیک باشه. دویم شرط داده چی محیط باید ایزوتونیک وسی که محیط هایپرتونیک او هایپوتونیک وسی حجره لمنز زی و پی ایچ خنثی باشه. پی ایچ محیط خنثی باشه، نه قلوی باشه بیشتر و نه هم اسیدی باشه، پی ایچ خنثی باشه و اکسیژن برش برسه، حجرت اکسیژن ورسیگه و همدارنگه دیارتیا و غذایی مواد هم مرتبط برسیگی و همچنان مواد مورد ضرورت غذایی و اکسیژن هم برش برسه. تحت این شرایط میتونه حجره زندگی کنه و این شرایط اگر تغییر کنه حجره از بین میره.